قصه مار و زنبور، کانال انیمیتد. روزی مار و زنبور با هم بحثشان شد. مار گفت آدم ها از ترس ظاهر ترس ناک من میمیرن، به خاطر نیشم. اما زنبور قبول نمی کرد، آنها نقشه کشیدن. اول مار چوپانی را که زیر درخت خوابیده بود نیش زد و زنبور بالای سرش پرواز و سر و صدا کرد. چوپان بیدار شد، روی زهردار و گذاشت و خوب شد. چند روز بعد نقش ها را عوض کردن. این بار زنبور نیش زد و مار خود نمایی کرد. چوپان از دیدن مار وحشت کرد، از ترس فرار و بعد از چند روز به خاطر ترس از زهر جان باخت. گاهی انسان از ترس زودتر از زهر میمیرد.